خونه خیلی خطرناکه. هیچ حواست هست از آخرین کتابی که خوندی چقدر میگذره؟ کتاب رو یادم نمیاد ولی یه شعر خوب یادمه. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله نه تو بودم. کودک 10 ساله‌ای، نه من اینقدر چوسو بابا باشه. آره خلاصه حیف تو نیست که این همه مدت تو بدون که کتاب بخونی سر کردی، فردا به این فکر کردی که رفتی داخل یه جمعی میخوای راجع به چی صحبت کنی. 2 روز دیگه بچهای همسن و سال خودت میبینی سواد و سطحشون خیلی بالاتر رفته و فن بیان خیلی قوی دارن و تو همینطوری موندی. گیر کردی داخل یه روزمرگی خسته کننده که هر روز داره تکرار میشه. حیف اون رضا کوچولو نیست که همون آرزوهای کودکیشو داخل یه باغچه کوچیک دفن کرده. حیف نیست واقعا. شروع کن همین الان ویدیو رو ببنده، برو یه صفحه 2 صفحه 3 صفحه کتاب بخون. حتما از حرفای من متوجه شدی که امروز قرار چیکار بشیم. امروز قراره کتاب فروش بشیم. من علی هستم و خوش اومدیم به قسمت 13 شغلی تو. خیلی وقته که به خودمون اهمیت نمیدیم، خیلی وقته که به کتاب اهمیت نمیدیم، خیلی وقته که به تکمیل کننده شخصیت خودمون اهمیت نمیدیم. کتاب تکمیل کننده شخصیت ماست و شخصیت ما خیلی وقته که از کتاب دوری کرده. نمیدونم چرا انقدر الان جدیدن کم شده. شاید به خاطر اینکه مشکل از خودمونه، خود من اتفاقا، چون من خودم کتاب نمیخونم. وقتی کتاب نمیخونیم احساس میکنم البته من آدم خوبی نیستم واسه هر زن راجع به چی، چون خودم کتاب نمیخونم. اینو باید یکی بگه که خودش کتاب خونه، اینو باید یکی که بگه که خوره کتابه. کتاب خوندن مثلا الان اگه بهونت هم این باشه که مثلا وقت نداری، آقا روزی 3 خط، روزی 4 خط، روزی 5 خط، اونقدر فشار نمیاره. پس بیا همینجا قول بدیم که کتاب خوندن رو شروع کنیم. از جملات من متوجه شدی که امروز میخوایم چیکار بشیم. امروز قراره کتاب فروش بشیم. یادت گفتم یه سری از شغلا مستقیم با روح روان آدم سر و کار دارن؟ این شغلم دقیقاً همون از اون شغلاست که مستقیم با روح روان سر و کار داره، مستقیم با مغز سر و کار داره، مستقیم با روحت سر و کار داره، چون که اون بخشی از خودت میشه. مثلا من خودم وقتی که کتاب خوندن رو شروع میکنم دقیقاً اون که خودم رو جای اون شخصیت کتاب قرار میدم. مثلا اگه رمان میخونی خودتو تو شخصیت اون قرار میدی، پس باید میشه یه سری از ارتباطات مغزت به کار بیفتن. پس کتاب خوندن قدرت مغز رو هم افزایش میده. اینجا نداره؟ میرسیم سراغ اصل ماجرا، اینکه کتاب فروشی اصلا شغلی هست که آدم بتونه روش حساب کنه. حالا اگه بخوایم مثلا اینا رو در نظر بگیریم، درسته که سرانه مطالعه تو کشورمون کم شده، ولی خب هنوز یه سری از افراد هستن که کتاب بخونن، هنوز یه سری از افراد هستن که عاشق رمان هستن و اونایی که عاشق رمانن خیلی ها میدونن که رمان، من میگم که کتاب نمیخونم ولی خب در حد 3-4 خط که میشه خوند، در حد 5-6 خط که میشه خوند. آره خلاصه یه سری افراد هستن که هنوز کتاب به صورت فیزیکی بخونن. درسته که الان کلی کتابای دیجیتال اومده تو موبایل همشون رو داری، ولی خب اون ارزشی که مثلا کتابی که باز می‌کنی گوش می‌خوره به دماغت داره، بوی اون کاغذی خشکی که داره میره تو اون مغز تو، تمام میره ناخودآگاهت رو درگیر میکنه، اون ارزشی که اون داره رو کتاب موبایل نداره دیگه. درسته؟ تو اینجای ویدیو اومدم پیش آقای بهاران تا راجع به شغلش باسم صحبت کنه و بهم بگی که آیا این شغل به درد من میخوره یا نه. آقای بهاران شغل کتاب فروشی واسم میگی چطوریه؟ شغل کتاب فروشی باید عاشق باشی، باید عاشق فرهنگ و تمدن خودت باشی، فرهنگ مردم. یعنی میگی این شغل ببخشید، یعنی میگی این شغل از اون دسته شغلاییه که اگه عاشق کتاب خوندن و عاشق کتاب نباشی قطعاً گیج کم میاری. 100% عاشق باید باشی. بعد جنبه مادی نباید کتاب فروشی رو در نظر بگیری. من موقعی که
خیلی میخواستیم میتونستیم شغلهای دیگری انتخاب کنیم، ولی کتاب فروشی رو من اگر 50 سال دیگه 50 بار دیگه متولد بشم، اولین شغلمو معلمی و کتاب فروشی انتخاب میکنم. یعنی معلم بودن شما هم تاثیر داشته تو انتخاب شغلتون؟ بله، کلا ها بچگی تصمیم گرفتی که این شغل انتخاب کنی؟ من معلم که شدم تشخیص دادم که در ادامه اگر میخوام شغل دومی اختیار کنیم کتاب فروشی رو انتخاب کردم. لحاظ درآمدی شغل چطوری؟ مثلا منی که الان یه نوجوان 18 19 سالم میخوام شغلمو انتخاب کنم، درسته؟ تو این سنم حساسیت انتخاب شغل خیلی زیاده، چون مثلا اگه یه دو تا دوره قرار بگیری یه مسیر اشتباه بری تا تهش اشتباه رفتی. حالا میخوام بدونم مثلا درآمد این شغل چطوریه؟ من به عنوان یک شغلی که منبع درآمدی باشه اون انتخاب نکردیم، ولی بله در کنار کتاب فروشی مقداری هم لوازم و تحریر هم گذاشته بودیم و این باعث شد که مقداری از اون مسئله مادی حل بشه. یعنی خب اگه بخوای یه عدد تقریبی بگی واسه درآمد چنده؟ مال خودتونه، مثلا الان میانگین یک کتاب فروش تو ایران درآمدش چقدره؟ یه عدد مایی 15 تومن 10 الی 15 تومن 15 تا 20 تومن درآمد متغیره. 15 تا 20 در بعضی از ماها که شروع سال تحصیلی و بیشتره. مثلا الان اون کسی که میخواد بیاد سمت این شغل اصلا از لحاظ بعد مالی نباید فکرشو بکنه. عالی. من چون که معلم بودم و حقوقی هم بابت معلمی دریافت میکردم، به این خاطر این شغل بله این شغل یعنی اصلا از شغلی نیست که واسه امرار معاش بخوای روش حساب باز کنی. نمیتونی. شما خیلی خوش آمد دکتر جان. آقای بهاران، مثلا هر هزینه‌ای که می‌خوای کنین واسه کتاب، مثلا الان می‌خوای یه بار کتاب بیارین، درسته؟ بله. اون هزینه تقریبی چقدر واسه میفته؟ خرید کتاب. آره مثلا الان یه کتاب می‌خرین دیگه، یه جای یه انتشاراتی می‌خرید کتابا رو که بعداً بفروشین، اون هزینه‌ای که واسه اون انتشارات می‌کنین چقدره؟ ما یک لیست کتابی، کتاب‌های کمک درزی و کتاب‌های دانشگاهی و اینا کلاً یه کارتونی میشه مثلا 15 میلیون تومان، 25% الی 27% تخفیف ما میدن. معمولا اونایی که کتاب فروشی دارن احتمالاً خودشون هم مطالعه‌این. آقای بهاران، خودتون معمولا میانگین چقدر مطالعه میکنید؟ من روزی حداقل 1 ساعت مطالعه میکنم تو مغازه خودمون و گاهی وقتا هم تو منزل مطالعه میکنم. بعد بهترین کتابی که خوندی چی بوده؟ کتابا زیادی خوندم که هم کتابای اجتماعی، تاریخی، فلسفی. اگه بخوای یه رده بندی بذاری 3 تا بهترین کتابایی که تو زندگیت خوندی چی بوده؟ یه رده بندی، یه عدد، یه چیزی باید بگی دیگه. الان نگاه کن اینجا یه رده بندی 1 2 3. کتاب اولی که میذاری چیه؟ که حکایت‌های سعدی خیلی خوشم میاد، چون که سعدی از ایران به دمشق و سوریه رفت، سفرهای زیادی کرده و تجربه بسیار زیادی آورد. یعنی سعدی قطعا جزو 3 تا اول هست. من سعدی رو خیلی دوست دارم. حافظ از بعد معنویت خیلی دوست دارم. سعدی به خاطر تجربه زندگی، حکایت ها و چه بوستان چه گلستانشون، هر بیتیش یه زندگیه، یعنی یه تجربه، درس زندگیه. ولی حافظ روح، حافظ عاشق معنویته. توصیف کنیم سعدی میشه غذای جون، حافظ میشه غذای روح. آره. بعد غذای پهلوانی و جسمانی هم میشه شاهنامه. ارق پهلوانی و مردانگی و غیرت، تعصب، شاهنامه. سعدی، حافظ و فردوسی. خب رده بندی پس یعنی الان هر کدوم میخوای یه کتاب انتخاب کنی، کتاب کیو انتخاب میکنی؟ گفتم از شاهنامه، فردوسی، حافظ. کتاب چی؟ حافظ که خود
حافظ، دیوان حافظ خب پس میخونم. دیوان حافظ، سعدی، بعد کلی در واقع کلیات سعدی نمیخونم کلیات که سعدی. بوستان و گلستانه. بوستان و گلستان با هم. بله. بعد از بین این سه تا کتاب شعری تو ذهنتون هست؟ چرا؟ یه شعری که مثلا همیشه وقتی که میخونیش انگار رو از بدنتون جدا میکنه، از حافظی که شنو بگی؟ حافظ میگم، ولی از سعدی میگم که چنان قد سالی شدن دمشق که یارا فراموش کردن عشق. آها. آره. این سه تا کتاب، اون سه تا کتاب من از بینوایی نیم رو زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. آها. بعد از پس این سه تا کتاب، حافظ، سعدی، فردوسی. بعد اگه مثلا بخوای کتابای رمان هم میخونید؟ رمان خیلی هم خوندم. خب بهترین رمانی که بخونید چی بوده؟ من سینوحه، پزشک مخصوص فرعون، خب منم تیمور جهانگشا، اسم کتابه؟ بله، خواجه تاجدار. اینا کتاب‌های مرتجم ذبیح الله منصوری بوده. من کتاب‌های منصوری رو میخوندم و مطالعه میکردم. باستانی پاریزی هم. سلام آقایان، بفرمایید آقایان. آره بفرمایید. باستان کتاب‌های مختلف. یک کسی که مطالعه میکنه، قربونت، کسی که کتاب میخونه همه کتاب باید میخونه. این که نیست مثلا من کتاب‌های استاد زریب‌پور هم خوندم، کتاب‌های باستانی پاریزی هم خوندم. آقای بهاران، کتابی که بیشترین تاثیر روتون گذاشته چی بوده؟ خوندم، خیلی خطرناکه. چرا معمولا کلا تو کتاب‌های درسی دیدم، تو جای مختلف هم دیدم، اینقدر نسبت به خیام گارد دارن؟ مثلا الان تو کل کتاب درسی من نگاه کردم، ابیات خیام هیچ جایی کتابا نبوده. میدونید واسه چی اینطوری بوده؟ من فکر کنم میدونم، به خاطر اینکه خیام اونقدری در چی نبوده، در قید و بند آخرت نبوده. معمولا اصلا داره کلا میگه خیام اگر زباد مسی با ماخروخی اگر نشستی خوش باش، چون کام جهان نیستی است، گر نیستی چو هستی خوش باش. کلا معمولا درگیر معنویات نبوده. فکر کنم به خاطر همینه که اونقدر تو کتابای درسی یا کلا مثلا داخل جای دیگه خیام مثلا محو نشون دادن. درسته؟ چی بگم؟ تعجب، مثلا 12 سال من که 12 سال درس خوندم، حتی یک دونه از مثلا شعرهای خیام داخل کل کتابای ما نبوده. درسته داخل ریاضی بوده ولی داخل چی نبوده، داخل کتاب درسی مثلا فارسی هیچ وقت این چیزایی نشون نمیده. خیام معمولا با توجه به شرایط جامعه و فرهنگ که در جامعه ما اعمار میشه اجازه ندارن اونقدر صحبت. آره خوب. تا اینجا ویدیو فهمیدی که شغل کتاب فروشی اون شغلی نیست که از لحاظ درآمدی بخواد مثلا تو رو پوشش بده، ولی از لحاظ ذهنی، از لحاظ روحی روح تو جلا میده. چون که اینجا یه دنیاییه که برای کتاب فروشا، یه دنیاییه که برای کتاب خوندن میتونه یه زندگی دوباره باشه. قسمت 12 شغل هم گذشت، قسمت کتاب فروشی هم گذشت. ما فهمیدیم که شغل کتاب فروشی چطوریه، از درآمدش صحبت کردیم، از کارهایی که قراره یاد بگیری صحبت کردیم و فهمیدیم که کتاب فروشی چطوریه. حالا وقتی که به اینجا ویدیو میرسیم نوبت عکس گرفتن با استادمون کاره. مرسی از آقای بهاران که وقت در اختیار ما گذاشتن. آقای بهاران، خب تا اینجا ویدیو فهمیدیم که شغل کتاب فروشی چطوریه، از درآمدش صحبت کردیم، از کتابایی که خوبن صحبت کردیم و فهمیدیم که این شغل چطوریه. امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعد فعلا. Thank you.